درود و سلام و احترامات با مردم، با بینندگان. خوش آمدیم با اوتوستودیای خادم خلق. امید از خدا دارم که خوب، صحت، سلامت، سربلند هستین. چون همین دوست پیامیره هوی کردم نکردم دیگه هیچ نفهمیدم. امیره فکر کنم هوی کردم و مردم میره و اگر به شما رسید میتونین که یکان چی نویسین که هست. همه افیر رفته استوده صحبتمون رو دوام بودیم. 6 تا بود. از یک خانه 4 فرزند، پدر، مادر، در یک روز یک جنازه و همون یک خوابی رفتگیشون دیگه از خواب نخیستن. هر یک چیز باید در این اینستروکسیای خدشه، یعنی که استفاده بردن او را باید داشته باشد. یعنی که متاسفانه میگیم، بدبختانه در تاجیکستان ما این چیزا وجود ندارن. در جنگلستان ما این چیزا وجود ندارن و نبودن برق، نبودن اتپلینی مردم مجبور میکنه که مردم با چیزهایی بگیم که نمیخیلی زهرآور خاطر گرم شویم گفته دست میزنه و عاقبت این چیزها بگیم که نه دیگر با ما و شما معلوم است که چی شد. یعنی سال نیست که این چیزها در تاجیکستان یک تودتن چند تا رو چی نشد. رحم خدا بگیم نمیدانم یا قهر خدا بگیم که سالها، همین سالهای آخر زمستان دیگر خنک سخت نشید. زمستان سخت نشید. همین چیزها بگیم که باعث شدن که همین از کمر مردن کم شود. اگر زمستان قهرتان میشید فکر کنم که این چیزها خیلی زیاد میشینن. یکی از بس که دیگر زمستان که اونقدر قهرتان نیامد، برای مردم خیلی علاوه زیاد لازم نشد امسال. از همین لحاظ بگیم که کمر در ندادن. 3 روزی که خنک شد در تاجیکستان 6 نفر مرد از یک خونه. 3 روزی خنکیده 6 نفر مرد. برای که ما اینستروکسیای همین چیز استفاده بردنش هم نداریم. واقعا نداریم. چی دروغ بگیم. در جنگلستان ما حداقل شیر رهبر میبودگد کنترل میکرد کم نه که متاسفانه در جنگلستان میمون رهبر شدگی است. برای همون میمون بازی بسیار شد و جنگلستان ما دیگر نمیشه جنگلستان بگیم بره و دیگه تاجیکستان نیست، اونجا جنگلستان شد. حضرت دامله ها چی میگن که شما یک ببروین در این مسئله؟ یه هم خدا نگور با تقدیر نصیب خداوند قطعی و گپ زد که ما شما را میبریم دیگه این دنیا نمیشه و چی کار میکنی این دنیا را؟ هم خیلی گفت خداوند با او را بهشت وعده داد گرفت رفت. چی خیلی شید دوزی در اینجا مسئله چی خیلی شید؟ ولی قصر دانه در بهشت قصر رو دانه تجو هم خیلی وای کنتی ملوهالی میبرویم بعد بگو که هم گفت اپراودات میکنن که این چیز تقدیر خداوند است.
ما دیگر ضد خداوند اصلا دیگر ما مبارزه برده نمیتونیم. تو ناراضی از خدا، تو کی آمردن این جایب خداونده. ناراضی تو کافری، تو ناراضی باشی، تو مجبور باید راضی باشی که یورا تقدیر چون نمی بود، یورا از ازل نوشتگی بدن تقدیر اینا را، تقدیر اویله را که شما هر یک روز ده همتون میرین از اینجا در حضور پروردگار میرین. ببروین که در سلانه شیطانو بلیت ببروین که شیطانی کنین. او قمردم در کلاب مرد برامده شیطانی تو نکده نه. این تقدیر بده، تقدیر ازل نمی بود، پروردگار نوشته بود، تو باور نداری در این چیز. خیلی یکی مردی در کلو بیفت نشید که همون مسافه همون که بروا هم تنور بگیره چند کیلومتر همون که تا پایان تا درون کلوب هم پوسک میخوام که بگه که اینه قدر جا بود، اینه شفیور میتونیست، اینه جا تو بوده، اینه شفیور میتونیست، اینه تو بوده، اینه شفیور میتونیست سنگو تو بوده، اینه شفیور میتونیست که همون مزار دا تو بوده، تنای که دا تو بوده ماشینه تو که داخل نشوه داخل شهر ده. تقدیر گناهگارا حضرت شنو امام علی عیب نداره در اینجا. ویس دولت رید امام علی عیب نداره. زنکایی که بیچاره خونهشون در هشتم نهم ایتاژن کمپیرو لیفت نباشه و برامدن نمیتونن روزی درست 8 ساعت سوید نیست. امام علی عیب نداره در اینجا. تقدیره خداوند گو تو زیدی خدا برامده استی، زیدی تقدیری خدا تو برامده استی. هم خیلی این همی است که این همی مردمی سوده لوده به نام خدا یا را تجاوز کردن، به نام خدا غلام کردن، به نام خدا. تو باور نکنی تو کافری، تو این گپ باور نکنی تو کافری. من نمی روز وعده میتم با بسم الله میگم، من وعده دادم ای وعده هم نمیگردم. ای همین روز امام علی یه طرف مبارزه من نمی شیطانی شما دای نمی الله ده همه تونه هر روز میبرورم گپاتونه و بگیم که مسئله تونه امام علی یه طرف. امام علی همین خلق غل کدگی، خلق نمی چومو کدگی، این همین خیلی شما هستین. اگر که شما خلق در احوال نمی آوردین امام علی ایو را حکمرانی کرده نمیتونید. شما به نام خدا توف کرده نه، امام علی به نام خدا تله کرده، شما به نام خدا اپراودت کرده نه اینجا خدا گناهگاره. در رسی هزارها جوان مرد، خدا را گناهگار کرده نه امام علی را نه. ساختار امام علی گناهگار نشید نه، خدا نه که 24 ساعت گناهگار شید. خدا بخشنده و مهربان گناهگار، خدا رحم دل بخشنده است، خدا گناهگار. درگاه خدا واسه ونه که خدا گناهگار که تاجیک در همه احوال زد. 32 سال تاجیک در بدر غلام کشته شدن، زندانا شدن، چی در داخل تاجیکستان چی بیرون از تاجیکستان، همه در خدا گناهگار بود. امام علی یگان گناه نداشت، اهل اولادش قطعی. اگر بگوی که چی باید نبره امام علی کار کرد، خدا داده است. تو باور نداری خدا داده، تو پس ایمان در خدا نداری، تو به دادن خداوند به یا تو باور نداری، تو کافری. تو والله تو کافری، تو ایمان نداری در خداوند که خدا در یا داده است. خدا دادگاه پای دراز مکن که تو اونن سیکه اسلام. انمی خدا ما را گفته است که شما را تلک گفته دیگه. انمی را هم خدا گفته که از این بعد قبولش کنید. اونن سیکه یا شما پدرنلت ترین انسان در جامعه شما مله ها هستید. پدرنلت ترین انسان شما مله ها هستید. مله و معلم پدرنلت ترین انسان هستید که
جامعه را خراب میکنین شما خراب میکنین جامعه را شما من ملایزم اکو از تاجیکستان نابود میکنم ملایزم ای تاجیکستان نابود میکنم با بسم الله میگم من ملایزم ای تاجیکستان نابود میکنم برای که این ملا نیست اینا شیطان از نام دین از نام اسلام از نام پیغمبر از نام اینمی دیگر مردم تو اینمی درجه را آوردن رسوندن اینمی پدرنالاتو هستن اینمی پدرنالاتو هستن اینمی خدای خرکو اینمی صدقه خرکو اونا یورو برای خدای صدقه قصر رو میسازن اونا یورو برای خدای صدقه کو دسیتای زن میگیرن اونا یورو برای ماشین میگیرن ای خدای صدقه ما ای صدقه خرو را ریشه شقاق میکنم در تاجیکستان دیگه در تاجیکستان صدقه خری بس میشود دیگر در تاجیکستان صدقه خری بس میشود ما قروز گفتیم امام علی چی بات ما فکر میکردیم امام علی دین میبنده نه امام علی امام علی به توف تلاشون که به توف نمیاره تلاشون که یگان گرم جلد نکه و خدا یا ملا نیستن یا نماینده دین نیستن اینا اگر که نماینده دین میبودن این پدرنالاتو از اینمی را میبرمادن میگفتن که در اینجا خدا پیغمبر اینجا عیب نداره اینجا تقدیر هم است و تقدیر جنبون هم است اینجا جموندنی را تقدیر شایی گودکورا یعنی که سوید نبود خنکی بود اتپلینی نبود اینستروکسایی که کمو را در داخل خونه علاو کردن اجازت نبود صندلی ده اینا کردن آوردن نمیفهمیدن امیره اینستروکسیاشه که چند ساعت بسوزه چند ساعت باید آب بزنی باید کشوی بعد از او بگیم اوگرش برامدن بعد لخچه شیدن بعد در اونجا بعد استفاده باری نمیدونستن اینمی چیز امام علی اینمی ساختار امام علی وینوت بود که نمی مردن باید این چیز کنکریتی بگن یکی چیکار میکنن ایره پینان میکنن میگن تقدیر و ازل از خداوند است اینمی کونتی ها میگن اینمی کونتی ملا من با خدا یورا کیم کایشون میدیدم من یورا فهمیده بودم که کیم کای پدرنالاتو یا مشنی کن یا خدای خرکن یا صدقه خرکن اینا مردم از دوره چیت میکنن به نام دوزخت بیشت ترساندن اژده ها رو نمیدونم دندان اژده ها رو علاوه دوزخ دروغ است میترسونن تو شما را تا که یا از ترس شما یا کیفیت برن حلاوت برن خو روان بخرن کار نکنن کار یا نمی شیطانی شیدگی است میفهمی نمیرم یا شیطانن شیطانی اینسی و شیطانی جنسی میگن این نمی شیطانی جنسی نمیان شما باور نمیکنین یک بیچاره در روسیه خوالود میشه و یا حالت از یه استرویکا میغلطه یا اروسا میزنن میکشنش الکشو و ای کار گشته ایستوده است یا چیکار میکنن این کونتی ملا میبروین والله از رزق از پشت رزق هر یک انسان که ببره شهید میشوه شهید دیگر که جواب سوال نداره شهید برای شهید درگاه خدا کشوده است هر کس در غریبی میبره و شهید است اونا تو برای شهید در غریبی شهید چیدن اگر میبود تو ملا ارزوی شهید شوی نداری نمیره در غریبی بمری اینا پسیخیکی سری مردم اتکه میکنن اینا پسیخیکی مردم میجقن مردم میترسونن از نام خدا گب میزنن و بگیم که شما را غارت میکنن غارت پسیخیکای شما را غارت میکنن انا کازی میبروین میگن که
او انسان ها راست بیشت رفتن. به یگان سوال و جواب او انسان ها بیشت رفتن میگم. اوج ملو همی گپا میگم بر اومدن. برای همین دوستای عزیزم ما وقت ریشه ملا قاق نکنم اگر کو در دستی ما حکومت بزنه ریشه قاق نکنم چیزی میگوی بگو. برای ما میدونم یا ملا نیستن یا خادم دین نیستن، اینا خائن دین هستن، اینا خائن دین هستن، اینا خائن ملت هستن، اینا خادم شکم، خادم صدقه و خادم نمیدونم خدایی هستن. اینه می انسان ها یگان تاش دیندار نیست. با خدا قسم با دین در تنه یا اگر دینه با هم شپریس بگذارم کو داخل نمیشود دین در یا با خدا. اینا شیطانی و نمون جنسی میگن کو شیطانی جنسی نمی ریش موندگی نمی روزی درست و چه یا رو برای در تیک توک هم میبینی است، در یوتیوب هم میبینی است. اول میگفتن که صورت غلطیدنی گناه است میگفتن، صورت در قیامت جان میطلبه گفتن ما را در کودکی ما صورتگیری نمیموندن یا چه یا رو برازه هم در تیک توک شتگی است. روزی دراز افیر میکنن، روزی دراز سلفی میکنن، داملا فلانی داملا فلانی داملا فلانی داملا فلانی روزی دراز دیگر گفتی همو گپا کاسیتای نو ویپوسکی نو صورتی نو سر میتن خجون. چند سال پیش ما را میگفتن صورت گرفتن، صورت در قیامت جان میطلبه، در درون خونه صورت بدن خونه در اوقات درست نمیگیره کافر میشه ممکن نیست. اینه میام میگفتن، اینه میام میگفتن، اینه میام امروز روز دراز در تیک توک در دیگر جام وقتا شیطان هستن با بسم الله میگم یا شیطان هستن یا خادم دین نیستن، اینا خائن دین هستن، اینا صدقه خرک هستن، اینا بگیم در همون خدای خرک هستن. با خدا قسم اینا را زندگیشون از پشت خدایی از پشت صدقه هست. من دارم اما زپیشای لازمی که آواز شمانم شاگردای یکی از اما ملاها میگه که ملاش استادش چیکارو میکرد و بچه‌ها در غریبی هست دارم نکی نمیمونم. من گفتم اگر خواه آواز تمانم مردم که همون حادثه ملاتونه همون استاد تا گفت که بعد استاد و مردم بشنوه چی میشه آمده. من گفتم اجازت تی آواز تمامونم. یعنی کدام نمودی بیزنسی خدایی، بیزنسی مرده، بیزنسی جمعگی تقسیم کردن، در داخل مسجد چخیل دالیا گرفتن، دالیا ها را تقسیم کردن، همه ای را که نقل کرد که تقسیم میشیدن. شاگردش فلان جا میره استفکش فلان نه گرفتی اومدی با یک دیگر در باور نمیکنن در داخل مسجد یکی زیادتر ندادن با ما بجا نکنی پلو را او بای بدکو او دورنده بدکو او زیاد میدادی خیلی نکه کیدت کنی یکی نمی چیزو در داخل نمو بنام مله هایی که شما باوری دارین بنام میبروید. ما اولا منظرت میخوام اونو بختری بدست و ما وحدتی گفتم نه که ما وحدت بختر گفتن قطعی یعنی که نظر ما مردم او منطقه نیست پروست انا یک هست نو کریم رحیم تاجیکستان میگنش میزه رحیم داملا عبدالرحیم کلوبی میگه خچه مثال میگیریم منطقه را وقتی که همون خودشون همون کلیچکا میمونن ما همون کلیچکاش قطعی نامشون میگیریم او تعلق با میلت نداره نه با وحدت داره و نه با بختر داره و نه با کلوب داره و نه با بدخشان و نه دست سوخت این چیزا نداره پروست کم کلیچکاشون هم خیلی میگن تو که همو بشناسن گفتم هم خطا کردم برای که انا وحدتیش گفتم بختری بدست اونم کونته بختری اونم کونته بختری کون چینی پیدرز است کون چینی پیدرزه که باور که کو اینم چی چیزی در دهنش اومد و کون چینی امنیت تنوخی امنیتی هن امنیتی پگاندار میشه امنیتی سالادور و امنیتی سالادور های نمی شما را به نام خدا و به نام پیغمبر و به نام دین روز درست شما را فهم میکنن. من تصمیم گرفتم از این بعد امامای را یک طرف میمونم مبارزه من زیدی ملا میشوه به نام ملا ها تو در تاجیکستان که ملا وجود نداره خودش اصل بگیریم لیکن مبارزه من زیدی انمیو میشوه از این بعد ما دیگه تو هستیم و تو هستی
مقابل خواهم بود اینمی دیگه پل نیروز باید ما یورا شیطانیاش آشکار کنیم دیگر بس بدگیست مردم با غفلت اینمی ها میبرن مردم بچهش در روسیه کشتیان ای اومده در خونه اتو چشم میگه که این شهید چید این شهید چید شما اگر از این دنیا گناه داشته باشید این شهید میتونه که شما را شفاعت کنه این اوتای گناهگار چیکار میکنه این هرچی بچه مرده است خیلی در دنیا بچه ما را شفاعت میکنه اوتا انتظار است که بچهش در غریبی از پشتی بیناموسی پدر ریخ بدن پدر رفت امام علی وطنش فروخت برد بیچاره و گودک در غریبی رفته کشته شد غلطید او کدام حالت مرد نامعلوم نیزویستنی смерть میگن کو نیزویستنی смерть هیچ که نمیدونه شرایطی او را او مست مرد زدن کشتنش غلطید مرد کسل شد در جای خوابش مرد لیش باید اهل اولادی را успокоить کنن تا که اهل اولادی возмущаться نکنه требовать نکنه майдан نبروین بگیم که یگان چی نکنن ریسکا ملورا کگبوی سالادورا روی میکنن فاس آرام کجا یا میروان بعد میشینن ریشه نمخه موندگی با صدقه با پول میگیرن باز هم این گپش ای خونه مرددار با پول میگیرن پول با میگیرن مرددار در گوشش میپرن بچت شهید شد ایتری شهادت به هر کی هم نصیب نمیکنه الله در قرآن گفتگی است در اینجا بنده من جانی ترا در اینجا دادم در هر جا میتونم بگیرم اما من ترا به عزت کرده میگیرم به عزت هست انسان های به عزت گرفتگی هستم جانشم فهمیده انا بگیم که حضرت دامله ها یعنی کگبه های بگیم که سلادارو کگبه های سلادارو و نمی ترس ایو специальный отрядан در کگبه در خونه مصیبت دار میروان разведка میکنن اینو با خدا قسم میگم تو باور نمیکنی اینا специальный отрядан یک مصیبت چی در رویو میزنن میروان در اونجا سرازا برای او اویا و حدیثو هست تیار هستند سرازا подключаться میشوند در اویا حدیثو یعنی که خداوند چی گفتگی است در این مسئله خداوند چقدر اجر دادگی هستند یا اجر هم کیلوبای کده میفروشنی اگر نکنی خداوند گفت 10 اجرت میتم اگر نکنی خداوند گفت 40 اجرت میتم اگر تو در نیجا مردی اگر که تو صبر کردی با مرده بچت خداوند در قرآن وعده داد که 400 اجر میتم میدونی میرم وای بولا 400 اجر میدود است بچه من را باید من گریه نکنم بچه من باید امام علی طلب نکنم برای که 400 اجر ای دست میتم ده اگر این کار کنم من باید این کار کردم باید چیکار کنم باید ما بگیم که صبر کنم باید ما صبر کنم هم خلاص بچه در غریبی مرد صبر که برای بچه در غریبی مرد تو برای این سنجش خدا بود تو صبر کردی خداوند 400 اجر برای صبر تو میده وزموشت نکه برای امام علی سپروس نکه امام علی را میدان نبرو سلوچاینا نگو چی بای خیلی شید چی با برای چینی اوزی ملو اتکا میکنن در اهل اولاد نزدیکای اویله هایی که مردن اوجه اتکا کردن بنام جنازه سراز ملو در اوجه حاضر میشوند جنازه کردن در کره اولین چیزی که جنازه کردن در کره جنازه را کی میکنه ملو پیش جنازه باید چیکار کنه او را باید успокоить کنه успокоить قناعت بخش پسیخیکی باید اتکا کنن در او
وظیفه ملا پسیخیکی اتاک کردن سری اما مصیبت دار است. شما این چیزا را پروست نمیفهمین. این چیزا را از این چیز که دور هستین از تنایف کافی رای برای که حقیقت گفته ایستاده است برای شما را، برای که گپی ملا برای شما حقیقت تر است. گپی ملا حقیقت تر است. نیکی نمیدونین که یا دروغ هستن همش. به نام جنازه میروند، پیش جنازه حاضر میشوند، اینو خصوصا کنترل میشوند، سرازا مصیبت انالیز میکنن کدام سیتواسیای مصیبت میپرسن. اونجا چند تا دیگه شاگردو دارن میپرسن، مصیبت با پروپاگاندون میرسونه. پروپاگاندون که بوده هیچ درک نداره، ای همون مسئله ها در بین مردم امر معروف کردن سر میکنه. یعنی که چیزی دیگه است. ای کمر برده دیگه است تمام سر کردیم. در زمان پیغمبر یک انسان بود، یکی غیر دین بود، ایمان نداشت در خداوند، در پیامبرم ایمان نداشت، اما او در نزدیکی پیامبر زندگی میکرد. سراز فانتازیا کلوچت چی دیسته؟ باید درباره کمر مردگیش باید گپ زنه کو. و زمان شد و از یک چیزی ناچیزه که زهرناک شد، از یک نداشتن خوراک خوردن. اونا نداشتن خوراک، گرسنه نبودن، زمان قشاقی بود. اونها مجبور شدن که استعمال کنن و چیز استعمال کردن زهرناک شدن و این دنیا را پدرود گفتن. پیامبر الله گفت اگر گرچند که اینا غیر دین بودن، ایمان به پروردگار و به خداوند نداشتن، اما برای شکم ولی خوب گوش کنین، برای آنکه نجات شکم کنن چیزی زهرناک خوردن. از همین لحاظ اینا شهید شدن، گرچند اگر در خدا باور نداشتن. و ریسک پتکلوچت میشه. значит غیر دین شهید شد. ای زهرناک شدن، ای ما هم ای زهرناک شد که شش کس همین خلاص. значит باید ایجاد سمنیوت کردن در کنست. ای ما значит مسلمان بود یفتماتی یا شهید شدن اوجه. یا غیر دین برای شکم زهرناک شد، برای شکم فرزندش، برای نجات دادن فرزندش زهرناک شد، مرد. او شهید شده باشه اگر برای اونکه خاطر فرزند بود در اوجه. و اینم خاطر فرزنداش کمر علاو کرد که تو که فرزنداش از خنکی نمبره از او گر مرد. значит چه автомاتی هستی شهید. پسیخیکی دوید میکنه شما را، پسیخیکی از دور از دیگر جا گرفته. برای همون دوستای عزیزم در ملا باور نکنین. بعد برای شما یک انکدوت زور دیگه میبرورن. ملا را گفته شبکه کردگیش نکه. برای چی؟ برای چی؟ او چیزی که ما میگه او میگه ما بکنم، برای که او چیزی که او میکنه ما نکنم. از کجا گرفته نگه پورا؟ همین ملاییزم خودش دروغ است. باور کنین دروغ است این همین ملاییزم. یا بنام اصل انسان مسلمان، اصل انسان دیندار، اصل انسان طرف مسلمان میسته، مصیبت مسلمان در برش میسته و حقیقت خداوند میگه در خلق و سپروس میکنن که از کجای چیز اومدگی است. میفهمین؟ من اونا را میگم اونا انسان ملا هست. باور قربان پایت میگم، قربان زبانات، قربان چشمات، قربان عقل علمات. برای چی؟ امروزه مصیبت یگان شهادت امروزه مصیبت اسکوستوینه ساخته شد. برای چی؟ برای کیفیت امام علی رحمان. وقتی که امام علی رحمان دزد است میبره میگه ایره خدا دادگی است. به خدا دادگان استهزا مکن. با شعر هم میخونن در این وصف. به خدا دادگان استهزا مکن که بر آنها خدا داده است. یک دزد او چیکار کرده است خدا داده است؟ بله هست انسانی که تجار است خدا داده است. انسانی که هست میگیم حق حلال تجار میکنه درآمد داره، او دزدی نکرده است حق مردم، مجبور نکرده است مردم در یگان چیز.
یک انسانی هست نمیدونم یک تیلوکو است میره و از جو تیلو پیدا میکنه او را خدا داده است میاره سودا میکنه بای میشه پولدار است ما یگان چی نداریم یگان پرتنزیا در سخنو پرتنزیا نداریم ما یکی امام علی قطعی اهل اولادش غصب کنه بگیره حکومت و ایره بگن که خدا داده ایستاده است بایی شما حق نداریم با خدا دادگان استهزا کنید کافر میشین شما زیدی خداوند برآورده ایستادین که اون خدا دادگی داد زیدش برآمده استی میفهمی نمیره میفهمی چخیل این مشنیکا شما را چخیل فن میکنه ما یک چند مشنیکی دیگه داریم که در قرآن آیه و قرآن برای تلبیدن گدایی میدرویه در تیک تاک آیه و قرآن ها میخونه ایسی میبرویه فحش فوشه برای هم میگون که امروزه او انسان هایی که در میدان با نام ملا داملا ایشان هستند فعالیت کرده ایستادن و این چیزها را تا میتونه در کلای خدا و در کلای ای و در کلای او میزنن اصلی گناهگار را بگناه میکنن این انسان ها یگانتش نه ملا هستند نه خادم دین هستند نه دیندار هستند اینا شیطان هستند شیطانند برای چی؟ برای که حکومت دار وزم داره این کمبغل وزم نداره کمبغل مرده را گناهگار میبرونن حکومت دار اپراودت کنن میفهمی نمیره مصیبت دار گناهگار میکنن حکومت دار اپراودت کنن این کجای آدم خادم دین است در کجای این شما دین میبینید بگیم برای من یک انسان آیه قرآن گپ زد من لشتو گپ زد ما ده پخری نه چی گپ میزنه مهم دست واش چی است کدام طرف گپ زده ایستاده سورا یعنی آن چیزی که آیه قرآن برای دفاع مسلمان آمدگی است برای همو استفاده برده ایستاده است یا که آیه قرآن گرفته برای دفاع ظالم استفاده برده ایستاده است و دیگه آیه قرآن گفت معنای را نداره که دیگر تو باور که تیره گوش که ای ایروی قرآن حدیث گپ میزنه تو کافری تیره گوش نمیکنی خلاص یا برادرم راست میگوی خرابار آدمی که خر است اینجا بار میشه و میره و گپی بسیار البته بسیار گپی خوب است یک گپی بسیار یک خر بار یعنی که گپی بسیار میشه و خر بار میشه و آدم نه برای آدم یک فهمیش داخل میشه برای آدم یک بگیم که یک چیز میگیره از او البته خر در بار میشه و کدامی خر است میتونه که ایجا هم گوشوش از سیخ کنه این کنه و دینگوز بزنه جر 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 گوشته بوده و اینجا جای خرا نیست اینجا جای خرا نیست فهمیدین دوستای عزیزم من از آدمایی که این مسائل دین است این مسائل دین میفهمه میدونه از اما آدم خواهش میکنم من از این بابت من شما دا وعده میتم هر یک نواری همون ما او را ملا هم نمیگم اما کونته ها را میگم ما او را کونته میگم ملت کش ملت نابود کنه را میگم او برای که در کشتن ملت های نمی قصال سببگار شدن که آرام کنن خب کنن از نام خدا و از نام پیغمبر ملت آرام کنن این ملت کشا را زیداشون بگیم که به نام ملا هستن که ما زیداشون از این بابت میبرم هر یک سخنای او را تحلیل میکنم میبرم همین سخن به فایده واقعا مومن و مسلمان برای انسان غریب بود یا که این سخن فایده بگیم که ظالم بده برای آرام کردن نمی مردم بود ما از این بابت نو کونته بختری نو دیگر کونته ها تون هستین که KGB های سلادار ما از این بابت سر میکنم زیدی شما هر انسان هر اینفرماسیا داره گلسه های میپرتویه در کجا شدگی است چیکار کردگی است خب ما یک تا میمونیم بگیم این مسئله ها را یک تا و یک تا شما را کنوتون هوی میکنیم در کجا شما زن دارین در کجا خانه دارین از کجا گرفتی خانه را کی داداتی را یک تا ماشینه که پدر که کدد
فلانی را از کجا گرفتی؟ این ایش از کجا گرفتی؟ آخران زنی 17 ساله را از کجا گرفتی؟ همه خلاص؟ او نو زنی بجایت از کجا هست؟ نامش چی است؟ کودکت چی نام داره؟ یک تا شما کنتی ملا را که تو چند سم درآمد داری؟ از کجا تی قدر خرانده پشونده پول از کجا گرفته استادی؟ صدقه خرکو یک تا من شما را از پای شما میشم. این ولی برای چیکار دیخ که دیگه درباره تکو ویدیو نیست. تمام ویدیوی ما درباره نه کنتی ملا، نه انسانایی که تا امروز ملت خراب کردن، ملت غریب کردن، ملت نمی احوال آوردن، زدن، فند کردن، فریب کردن، شیطانی کردن، از نام خدا با خودشون قصرها کردن در این دنیا. در دسترخوان نمیشینه، سوزن پرتو در پول نمیرسه، درم در بالای دسترخوان نمیغلطه سوزن، ای بالای تپید کردگی چیزو ده میشینن در باره گشنگی صحابه گم میزنن. میگن که حضرت عمر رضی الله عنه یکم و دیم در زندگیش اوقات خوردگی نیست. اگر که یک اوقات بخوره میگفت که تمام این رزق ما بود که ما امروز دیگر ما گشنه نمونو خوردم. اینه در دیگریش بته کدامی شما که از او که گب میزنین این کار را میکنین؟ اونا تونو برای یکم هم میزنین، دیم هم میزنین، سیم هم میزنین، میوه هم میزنین، قند قنفیت هم میزنین، بانان اناناس کاکوس هم میزنین. اونا تونو برای اگر شما خوردن توقتی تویدار یا مرکدار سه روز شما دو جا بیستین او مجبوره یا توالت دیگه بکنه برای که توالت پر میکنین. این شکمی شما هم کو چطور او برای سر نمیشه وقت ما خوردن شما را دیدگیم گاوی کرپت تو تری نمیخوره، گاوی کرپت او خیلی نمیخوره. اگر شما گاو میبدین کو ورکنی 150 لیتر شیر میدودین با او خوردن تو اقلا گاو میبدین جامعه دا فایده داشتین. نه بوره چی بنا میگین که حضرت عمر امیر یکم دیم اوقات خوردگی نیست، یک اوقات میخورد. شما کیه؟ شما چی خدمت کردین با اسلام؟ اونا تونو واره گوی کرپت واری دسترخونه میزنین ای طرف شو طرف با نو میکنه با پیسته بادام کیلوش 500 سومون 400 سومون ای در پیشتون میمونن میزنین که اونا تونو واره گوی کرپت واری میخرین که اونا شما مردم ما تبلیغ میکنین با گشنگی مردم توقت کنه. نمیشه بگوی که برادر ما پیرو اسلام هستیم، برای ما را دیم سیم چهارم پنجم ششم مغز پیسته در کار نیست. همین یک کاسه شوربا یا که آش کده باشه یا تریلکه آش قطاری نمی خلق ما میشنیم میخریم. وظیفه ما خدمت به اسلام است، با خدمت به شکم نه. با تلیچه میکنین شاگردوتونا ماشین دبر شاگرد کلی در کیسه شاگرد ماشین دبر بعضن حالا دریس هم شاگردت ماشین رفته خالی کده با میوی خلاص بعد در مسجد با میریم با دایش تقسیم میکنین اونجا ده بینای خداتون کی کجا میگیره میره و 4-5 خونه و زناتون از روی صدقه خروندستین شما با پیروز پول کار کردستین برای رفتگیتون. گفتی اگه مرکه برادری کار نکه همین یا تریلکه اوش کردی تشکر نمی همه کسا قطار خلق یا لگن اوش خوردیم همین راست خود نکه ما این اینجا بیوه داریم یتیم داریم صغیره داریم لباس در کار است خونه در کار است یک نمیدونم یک چیز در کار است. خب همین پیسته 500 سومونه خریدنده یک بیوزنی است که دندون در میکنه نمیدونم یا یک گوشوش در میکنه همون دختر در کار است همون 300 400 500 سومونه یک کیلو بادامی که با ما را خریدی ما زدم گاوری در اینجا امورا همین پول همین را نمیکردی امورا میدادی سلامتیش سوز میکرد. یا بالینسا برای هزارو کسالو هستن کسالوی بیسویبو هستن نان ندارن خوردنی ندارن. شما کدامی تی کارا میکنین حضرت ملا؟
این 6 تا بود برآمد. چیکار میکنین در اینجا؟ با оправданиятон мегирен мерин не автомати уже чикор кадан дар кор халқо ром кадан дар кор сра заира дар калай худо задан дар кор яъне тақдири худо гуфтан дар кор бе чизи худо барги дарахт намежем ба гуфтан дар кор уже фантазияра падключат када мерин халқо ром кунӣ хелас бо мешинен дар уҷа садақа мехӯрен худоӣ мехӯрен бо барои ҷинозатон пул мегирен шумо як бародар дар бораи ҳамин домулошон бисёр рӯӣ кард шогирдиш будагӣ аст шогирдиш будагӣ барои қолинги ҷаноза ки ӯ му паласа гилеме ки дар ҷаноза мемонанд ӯ бояд на масҷид намо багем ягон камбағале ягон чида багем дода шавад мало қолин бизнес мекунад палас бизнес мекунад ай ҷаноза ягон ҷанозае намемонад ки ӯ нарава мулои калони масҷид фақат ам мерава қолина борк бачам паласа борк бачам ман ҷанозара кардам мурдара бардоштан сраза ура ҷамъ ки борк фақат мега як бор мега бароям палас қолин мега ку ду каса ҷанг шида рафт охир да договориться карданд ки қолин чанд сум еста ман ними пулша дату метума ва қолина бигирам 2 миллион да бораи ҷаноза қолини ҷанозара қолиниш 2 миллион договориться кардистан ки ман пул метум дар яъне туи дараҷаи ё паданалат будан ё миллион набуданд ё я паданалатҳо буданд просто дар назари шумо ки дигар ӯро соз намедонед шумо ки дигар ӯро соз намешиносед шумо ки маълумот надоред шумо ӯро гапошда бовар мекунед қабул доред дигар ҳамн ҳар гуфта рафтан мегиред ягон чи тағйир намеёбад ҳар мегӯед рафтан мегиред фаҳмидем проблема дар куҷо буд барои ҳамин дӯстои азизам он коре ки ин миллаҳо мекунад ягон мусалмонида туғри намегирад ягон мусалмонида дар центрҳо хонаҳои падарка занои 17 сола 18 сола муборактон шава дар уҷо ӯ хонаи ҳавлӣ зани 17-18 сола ба номи дин ино ба номи дин халқа хӯрдан халқа дан ино ба номи дин ба номи худо кайфияти дунёро ино кардан дар тамоми ҷо бологузар болои даст будан ино ҳамаи ҳамира округлят кунем аз номи худо ва аз номи расул истифода бурда номи худо ва расул барои беҳтарин зиндагӣ ёшт ин ҳами кгбҳои салладор ё муло нестанд кгби салладор ҳастанд беҳтарин зиндагӣ шафиёр ҳар якташ 3-4 зан дорад ҳар як заношон хона ва дар алоҳида дорад кайф ягон кор намекунад марака да авқота мезана бепул бо пулкор мекуна мерава дар пеши занаш мешапа то сара мехеза сар қати бо дига марака мешава бо мерава аҷиби ша бибинем ки дар як қишлоқ минтақада 3 та мурда шидагия 3 та мурда ака ин ақли бародар аст ки қатиш буд қати устодаш 3 мурда ҷамъагӣ мешид 3 ҷамъагира вақт мемонданд ки муллоҳо вақта мулло мемонд ҷамъагира ты абедака ты пешин ты аср ты шомда читак мараката ҷумъагӣ мекардаги инсон омада аз мулло мепурсид ки боби мулло кай вақт дорӣ ки ҳамин як каф дуо кунӣ ӯ мулло мегуфт ки фалон соатда мулло аз саҳар то бега ба номи худо ва дуо гӯё ки гуфти ҳам гапо ки через худо
پاسردنیکوی خدا در زمین بین خلق بین خدا پاسردنیکو از سحر میبرومدن میگه اینجا میرفتیم این شاگردش میگه که چکیدنی میگفت نامی او را همون چریدنه اوقات خریره می اومدن میشتن شاگرد امروز 4 جا چکیدنی داریم یعنی که تیار شه میرفتیم میگه در اونجا میخوردیم تالیچه را میگرفتیم در اینجا میومدیم میخوردیم بو شفیور داشت بور میکردن ای شاگرداش باید تا دیگه شفیور بود خیلی مایده تر بودم من میگه فقط دسترخوان میکشیدم همینطور اشاره میکردم میگه بچه همو ماشین دمون همو تالیچه را میگرفتیم میدویدم میبردم در ماشین میموندم بعدو پرمیشید های میکرد با میرفت با میومد با دیگه مرکه ده اون ملو را با میگرفتن اون دیگه ماشین قطعی دیگه مرکه اون شفیورش برده خالی کرده مچید ده با میومد یعنی که کل این مله ها روزشون بین امتری بگیم که خلاص میشید روزشون بین امتری خلاص میشید درک کردن تا کیف کردن خودش استراحت کردن خودش دلبیوب کردن تا وظیفه‌ش نمیبود از نام خدا تو باور نکردی سلوچای نت کافری یکی خودش با سنت ها و بچه یگانش باور نداشت با رفتارهای بگیم امیرهای اسلام یگانش باور نداشت من میگم که حضرت عمر رضی الله عنه یک خوراک میخورد در زندگیش 2 خوراک خوردگی نیست یک خوراک میخورد یکم دیگه سیم چهارم مغز چغز اصل قایم گفت یا مگه پا اصل بعد شکر با تا خونش با تلیچه بسته و این خیلی عادت نداشت یک خوراک شوربا باشه شوربا مثال آش باشه آش یا که همون شیرینی خرما و همون چی میکنن که میخورن اگر همون را خورد اوقات چه نمیخورد یعنی که دیم شه نمیخورد دیم نداشت کدام همین ملو را دیدین شما که همین یگون پراویلای اسلام سبلودت میکنن حضرت پیغمبر اومد است در یگون جا که یکم دیم سیم چهارم و پنجم میخورد خدی آورنده دین اسلام که الله بزرگ پیام پریمای چرس پیامبر یعنی که دیگر هست یک آنجا در پیامبر یکم دیم سیم چهارم اوقات میزد این همه لای ما یا کدامیشان مسلمان هستن این کسافتو میگن اسراف یعنی که اسراف خودش نادرست است از اما ازل آمدگی است حتی که در طهارت اسراف کردن آبی زیاد میگن نادرست است یعنی که باید همه چی یک بگیم همو گرانیت خودش داشته باشه و چه یارا آوره یا شکمشون گرانیت ندارن و خدا شکمشون گرانیت ندارن اون خمه زنن که با اینم خالتچه دارم ترلکه خطی میپرتویش میره و کیساش ها ببینین مخصوص کیسه دزدی میدوزن مخصوص کیسه دزدی میدوزن یعنی هم تمکنن هم کیسه دا میدوزن پولا این هم تمکنن کیسه دا میدوزن پولا همین کیسه ما 1000 سومون زیاد نمیبره کیسه دولتی استاندارد 1000 سومون زیاد نمیبره یکی او چای ورو ورا پارتوفتستان هیچ نو کیسه پر شوه ما حاجی میرزا را یک نوارش در مسکو دیدم همین پارتوفتست 500 سوم 1000 سوم 2000 سوم 3000 سوم 5000 سوم همین خلق میدان دا گوسفند وری ریختگیان این همی بیعقلی خلق است نموده پول دادستان اومده ای کسافت هم میگیرن تمکنه در کیسه این هم تمکنه در کیسه نام خدا رفت نام خدا در نام جانم خدا یک برنای نمتری آوردن بگیرن خدا دستی دیگر خدا وقتی خدا دستی اینام خدا دیگه برن است دیگر ما خور نمیشیم زور نمیشیم هم تای دلش دارم تری کده کیسهش دازده او چه کیسه رو برا پر نمیشه خدا قسم پر نمیشه من نگاه کده استودم اگر او پولو را قبچه میکدی که او یک قبچه پول میشید یک قبچه قریب پول میشید نکنم یک قبچه پول در یک کیسه رفت که با معلوم نیست که جو رفتیست او پول اما خیلی شهرناکش کردگی کیسه را که معلوم نیست که در همون کیسه پول است میفهمی نمیره اینو دزد
دزد به نام اسلام دزدی است که شو میدروید تو خوابی میدزده، دزدی است که ترا فکرات خواب میبره خودت میبری میتی در دزد. اینو دزدن ملو نیستن. یگان تاینمی ها یگان سنتی بگیم دینی مسلمانی پیغمبر صحابه امیرای بگیم اسلام یگان سنت یمورا این همیو که اجرا کردگی نیستن در حیات کردگی نیستن. ما فقط میورم زندگی امیرا، زندگی صحابه، زندگی تاریخ. ما خیلی حدیث نمیورم، تاریخ میورم. تاریخ اسلام هم میورم. زندگی صحابه، زندگی پیامبر، زندگی بگیم که امیرا، زندگی دیگر انسانو و زندگی نملورا. یگان امیر، یگان صحابه، یگان بگیم مسلمانی که بدن از نام اسلام سه چهار تا خانه و قصر پرادا و ماشینه بگیم که جیپ شفیار نداشتن. یه اسب داشتن، مکسیموم یه شتر داشتن. هم سوریش میکردن هم همون بگیم که شیر شتره میخوردن، همون بگیم تیار میکردن چیزو. همون یه سه تا گوسفند داشتن، گوشت داشتن، خچونه میخوردن. یعنی ابچنی عادی زندگی کردگی. این ملای ما را ببین کدامی همین ملای ما با دین توغری میگیره. همون دینی که تو تصور داری یا همون دینی که در مغز سر تو میتخه میورش که زندگی صحابه وقتی همسایه صحابه گشنه بود، وقتی صدای گریه او شنوید، صحابه گو یا الله ما همیشه همین قرقنو خورده بودم. کاش ما برا نمیخوردم در همه همسایه هم میدادم. یکی اونای او را خچو بارا که ترکتر وری که زدگی دسترخونه شدگور کدگی او با ما را ای گشنگی نقل کرده است، ای زندگی صحابه نقل کرده است. یکی ترکتر ورد دسترخونه شدگور کدگی یک ما زدگی، دی ما زدگی، پیستر زدگی، مغز زدگی، چه زدگی، با باقی مونده شد تلیجه کده گرفتگی. یکی مونده زندگی پیامبر، زندگی صحابه را، گشنگی طاقت کردن گشنگی های انسانو را در وقت صبر جمیل برای ما صبر جمیل گفته ایستاده است. یک انسانی که نیم کم از اوقات خوردگی است و چوبره نیم کم از اوقات زدگی است با ما را صبر یاد داده است. میفهمین که جدا است مشینیکی شما خید کرده استین. ما چه یورو برا داداش ما بزنه کو ما یورو همش دهقان میکنم. ای سر تو بگره در زمین کار میکنه. یه بار قدری کار بفهمن. انا او زمان ما میگم که در زمان پیغمبر آدمان خیلی مهنت میکردن نان میخوردن، نه اینکه دروغ گفته کیسه مردم. نوای حضرت ایشان کار که دیگه روچنای کارشان میفرمانم ایارا روچنای. میفهمی نمیره روچنای برای که اینا اساسی ممون شیطانیزمی که ملت به غفلت میبره که تا که بتونه امام علی حکمرانی کنه همه گناه هایی که اشیبکایی که حکومت میکنه باید او دا حکومت جواب بده و او را در کلای خدا میزنه. دیگر خدا را ما سپروس کرده نتونیم آخه روزی میشیم هر چیزی که خدا کرد گفته. یعنی که نمی کرو قطعی بگیم اینا ما را زچومارید کرده. اگر همون یک چیزی هست بسیار بگیم که بسیار یک شعر خوب است. میگن در هر جایی که به نام دیندار شیخان رهبرند مرده ها خوشبخت و زنده ها بدبختند. فقط در حق مرده بشه دو میکنن کجا دیگه مرده خوشبخت میشن که خدا اینو مردیم خدا را شکر که این قدا بوده است از قفای ما دیگر همون ببینی داره ببین یکی در اوجا زنده و بدبختن. برای همون در هر جایی که میگه شیخ ها رهبرن مرده ها خوشبخت و زنده ها بدبختن.
برای همو بنام همو ملا و بنام ایشان وقتی که کنترل پسیخیک خلق در دست یا هست دیگر در اونجا فقط هم بگیم که خوشبختترین چیزهای مرده ها هستند برای که از نام مرده دو صدقه مو تعریف تفسیه جنت بیشت شهید بهترین است دیگر مرده دیگر زنده بدبختن دیگر کنی زنده دریدگی خدمت ملاها ده خدمت شکم ملا ده خدمت کیسه ملا ده خدمت خانه ملا ده خدمت نمیدونم دیگر کیفیت صفایتی بگیم ملا ده است از اون جمله افغانستان هم بگیم این می احوال است و ازبکستان هم امروز دوره همی طرف ده میره و اوجه سر کدیستن همی سر دادگی جیله و همی هر رس کده رفته استودن پسیخیکا را چومارید کدیستن پسیخیکای مردم است اول از دیگر جا میگیرن یا بسیار هیله زور دورنده بعد است آمده بعد صدقه خیر بعد دوست میان بعد بعضی چیزا رو ایگنوری رو میکنن بعد اومده بعدی که هم پوشنه دکی شیشت گرفت کو لجا مخپید بعد ترا اپراولیت میکنه چپ روز ایخ چو یوش ایخ بیست دیگه ترا اپراولیت میکنه پسیخیکاتا گه کیفیت میکنن سواتو رولیکس فاسون کدگی ریشو را عطر زدگی پیغمبر زیباترین لباس همی پوشید پیغمبر زیباترین عطر میزد گفته بعد خودشون عطر کرده بعد بالا دا میشینن بگیم که شما را پسیخیکتون تجاوز میکنن دیگر بگیم که سلامت باشین سربلند باشین خانابود باشین باور با ایو نکنین و کدامید که تیارین اینفرماسیای نمی خونه یا زنی یا چند زن دورن چیا دورن پرتافتن دا میتونین در فیسبوک ما انا میسنج ما دا نویسین پرتوین چی است چی نیست چی کار میکنن صورت در کار است چیزی است من اویستا نیورا بگیم که ورق میزنم تاریخ های یورا ورق میزنم زندگی یورا ورق میزنم انا بگیم اوستا من یورا همش روی اکران میارم تو که مردم بفهمه که این ملاهای ما شیطانن ملاهای ما ملا نیستن در اصل اینا کگبه سلدار هستن اینا برای تجاوز کردن پسیخیکای مردم تیار میشوند یعنی اینا را باید من روی اکران بیارم بگیم که تو که مردم از همه غفلت میبرن از همه غفلت بیرون کنم مردم باید ببروی از این غفلت هوشیار شوه که بیست مرفن کرده استودن باید هر یک کمبودی هر یک چیده اتفیتستین انسان از جواب میدود اگه آدم است نه کرشید значит باید نه جواب بگه نه خیلی باید باشه خلاص هموطنای عزیزم کمور در خونه تون استفاده نبرین توصیه ما خیلی است اگر در خونه کمور کردنی باشین حتما کتل نیچه کنین ای خونه تون بیرن باشه در اونجا پیچکای کمور کنین در اونجا علاو کنین اگر خونه تون گرم کردنی باشه پروست توربا یا اوقاتی کنین اتپلینی من 100 بار گفتم که بیا اتپلینی کنین بخیل خلاص نکردین برای مردمی و مردمی خودش لندور هستن مردمی بیکاره هستن مردمی است که یگان کوشش ندارن در زندگی این همی مردمی ما است این همه تا تولد میشوند تکیه با ملا و ایشان و تقدیر نصیب کردم تا میروند هیچ در دنیا که چون حرکت نمیکنن این مردمی تاجیکستان است این مردمی تاجیکستان است برای همین دوستای عزیزم ماکسیمال از همین به خطری ها احتیاط کنین که تا که همین روزوده نزنین همدردی ما و کل مردمی تاجیکستان و خصوصا بگیم که با همون نزدیکان نامو انسان هایی که امروز از همین حالتی بگیم که امام علی رحمان به سر آورده ملت یک عائله بگیم فرزنداش قطعی از بین رفتن
و متاسفانه جوانایی که توف در روی خیلی جوانی و جوانمردی که در کوچه ها صورت امام علی و صورت رستم قچاق گرفته میبرویند که فردا یکی از همینا هم همین رفتار خطی در داخل همون خونه همراه 4 فرزندش از دنیا میروه. یکی از اینا نمیدونم در غریبی میمرن، یکی برداشتن صورت رستم صورت امام علی در میدان برآمدن که این ملت بالای سرش همینا آوردگی هستن، همین روزه این همی آوردگی هستند. یکی متاسفانه مردم دشمن خود در بالای دست برداشته به نام پیشوا و نمیدونم به نام اساسگزار و به نام رستم و به نام داستان و به نام ملا و به نام ایشان و به نام حضرت به نام مولوی نه تا دشمناشون برداشته میگردن. نه که وقتی که دوست گپ زنه حتی دشمنی ملتی، تو خائن ملتی، تو وطن فروشی. دوست وطن فروش و دشمن خائن است. دشمن باشه بالای دست، صورت ها عکس ها در بالای دل و جگر، نمیدونم بالای دیده ها نامای ایشان و ملا و بنام و مخصوم ها. این همی احوال دشمن ها را بالای دست میکنن، دوست ها را بگیم اشاره خیانت و خائن و دیگر چیزا. باقی سلامت باشه، خونتون آباد باشه.